سلام و وقت بخیر. برای ثبت نام در سامانه ثبت سفارشات خرید آنلاین ریرا ابتدا از طریق آدرس order.rira.ir وارد سایت بشین لطفاً. سپس گزینه ثبت نام در گوشه سمت چپ و بالای سایت رو کلیک کنید تا فرم ثبت نام ظاهر بشه. فرمی که ظاهر میشه اطلاعاتی رو که از شما درخواست کرده لطفاً پر کنید که من به صورت تست در واقع این اطلاعات رو پر میکنم. نام کاربری حتما باید انگلیسی باشه. کلمه عبور هر به دلخواه میتونید وارد کنید و مجددا اون رو تکرار میکنید برای اینکه مطمئن بشیم که کلمه عبور رو فراموش نکردید. ایمیلتون رو باید وارد کنید که توصیه میکنم حتما از یک ایمیل معتبر استفاده کنید و همچنین شماره موبایلتون رو. قسمت سرگروه بسیار مهم هست، چون اگر شما مایلید که خودتون مستقیما از سایت محصولاتتون رو تهیه بکنید و امکان براتون هست که به دفاتر ما مراجعه بکنید، مستقیم از سایت رو میتونید انتخاب کنید. در غیر این صورت میتونید از سرگروه هایی که نزدیک به شهر یا منطقه خودتون هستند در واقع انتخاب رو انجام بدید و با اونها برای دریافت محصولتون در تماس باشید، که پیشنهاد ما هم بهتون همین هست که حتما از طریق سرگروه های نزدیک به خودتون در واقع محصولات رو تهیه بکنید. سپس کد امنیتی سوالی رو که از شما پرسیده پاسخ میدید که سیستم مطمئن باشه در واقع یک شخص واقعا داره ثبت نام رو انجام میده. بعد از اون روی ثبت نام در سایت کلیک میکنید. در صورتی که ثبت نامتون موفق باشه خطایی رو مشاهده نمیکنید و مستقیما وارد صفحه لاگین میشید و میتونید در واقع از طریق این صفحه وارد سایت بشید و درخواست سفارش و پیگیری سفارشاتتون رو انجام بدید. ایمیل و موبایل بسیار مهم هست که حتما واقعی باشه، چون کلیه اطلاع رسانی های سایت از طریق ایمیل و پیامک خواهد بود و فراموش نکنید در هر زمان که نیاز به راهنمایی داشتید میتونید از طریق تلگرام پشتیبان سایت با آدرس ریرا برند با ما در تماس باشید. موفق و مؤید باشید.